خوشحال بودن تو این روزگار، لبخند زدن سخته. اینکه فکر کنیم هر روز صبح از خواب بیدار میشیم و به خودمون دروغ بگیم هم سخته. اینکه از در خونه میای بیرون و فقر جلوی چشمته هم سخته. یه ویدیویی چند روز پیش توی فضای مجازی پخش شده بود، میگفتن به خاطر کرونا نباید بری توی صف طولانی یک کفش 30,000 تومانی. اول باید با کفش اون راه بری، بعد ببینی میری توی اون صف بیستی یا نه. من نمیتونم به این سادگی فکر کنم. خیلی معذرت میخوام که اون مردم بی فرهنگن یا نمیدونن یا درک نمیکنن یا سلامتیشون برشون مهم نیست. نه، قطعا اگر بتونی شرایطشو داشته باشی که با این فشار اقتصادی برای خودت و برای خانوادت چیزی رو تامین کنی، نمیری اونجا بیستی، نمیری تو خیابون گل بفروشی یا هر چیز دیگه. سخت زندگی.